10873 сомон از جمعیت ناحیه نورآباد در فدراسیون روسیه آمدگی به همه تو حضور رحمت چی گفتن یا تاجیکستان من به عبدالرحمن یاردن نه دهق شده آمین نشون رو بند خدا خداوند برکت تو بده عمر درست بده جمعیت نورآباد شما خداوند شما را هدایت کند به این کار باره که شما کرده یک سومه که شما روی کرده برابر چند در برای که این انسان یا ملت بود خداوند هدایت کرد مسلمان که شما یاردن کرده که شما برکت میاد انشاءالله چند برابر دیگه برای خداوند شما را هدایت کند برای راست همین کارا را هیچ وقت فراموش نکنید خداوند نگهدار. ما از پس دنیای فنا سخت دویدیم بر خانه تاریک لحد تیز رسیدیم هر لقمه چیدیم ما از توشه عقبا در سفره قبر خویش و از آن چشیدیم. برای جمعیت تاجیکو همه وقت نمیتونه سرجم باشه نه همدیگری تونه یاردن کنه نه در کسلی و توی سودگری اجویه باشید. خدا نگهبان شد الله نگهبان تو باشه در امان خدا باشین. الله اکبر. دست و پا گر بشکند با نسخه درمان می شود چشمگیریان همدم با بوسه خندان می شود مختصر گویم اگر ویران شود کاشانه جای هر ویرانه کاخ نمایان می شود ای خدا هرگز نبینم بشکند قلبی کسی دل شکسته باطنش از ریشه ویران می شود. درود خداوند بر شما بینندگان گرامی پیشکای محترم اینک ما حضور داریم در یکی از گوشه زیبا منظری ناحیه نورآباد. موضوع ما بینندگان گرامی درباره زبور بابای عبدالرحمن که چند روز پیش ما زبور کردیم میخواهیم اچات زبور را برای شما بینندگان بفهمونیم که چند سوم جمع شد از کجا سوم آمدن چه خیلی اومدگی هر یک همین سوم را برای شما اچات و اوچات میتیم. از همین روز اعتباراً زبور ما محکم شوه کدمایی که کمک کرده دست کمک خود را دریغ نداشته به همتون هزار رحمت الله مهربان اجرش برای شما بده. برادرها دیگه در کارت ما سوم نپرتوی کارت محکم شد چند سومه که جمع شد حاضر برای شما میرین در پیش بابای عبدالرحمن میشینیم اچات و اوچات میتیم که چند سوم جمع شده گیای پگه انشاءالله بابای عبدالرحمن را میگیریم به شهر دوشنبه میبریم. از خدای متعال آرزو داریم که چشمان بابای عبدالرحمن بینا شوه و بابای عبدالرحمن را به چشم بینا بگیریم حجش بریم. همین آرزو داریم. سلام علیکم برادرها. اینک ما اومدیم در پیش بابای عبدالرحمن چند سومه که اینا برای شما سوم تو جمع شد اینا آوردیمش و شاهدی نمین همسایه‌هاش خیلی جشیشتگیان چند سومه که جمع شد نسومی اکه عبدالرحمن آوردیم 7439 سومون در کارت دوشنبه سیتی ما جمع شدگیه 10,000 چند بود بایش؟ 10873 10873 سومون از جمعیت ناحیه نورآباد در فدراسیون روسیه آمدگی به همه تو حضور رحمت چی گفتن اکه سوراب حاجی سوراب جان برای بینندگان چی گفتن دیگه؟ برای بینندگان مخصوصا برای اون مهاجرانی که در مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه هم برای همون گفتنی هستم که خداوند برای اینقدر کوشش غیرتون فیض و برکت و عطا کنه برای و از همه بالاهای زمینی و آسمانی در پناه اسمت خودش نگهبان باشد همه کل مهاجرانی که از ناحیه نورآباد در فدراسیون روسیه هست. تمامی حدودی همه تاجیکستان برای همین بابای عبدالرحمن خیر کرده اگر خیر سخاوتشون خداوند به درگاهش قبول کنه در کسب و کارشون برکت عطا فرماید همه فرزندانشون از همه بلاها و آفت‌های زمینی و آسمانی در پناه اسمت خودش نگهبان باشد. برای این شخصیت بزرگ وقتی که خیر کردم این شخصیت یکی از شخصیت‌های پاکترینی در همین حدود ناحیه هایی این دین مبین اسلام رو قبول کرد
میکنه که در شخصیتی که اگر دین مبین اسلام رو اولین بار قبول میکنه وای شخصی پاکترین در همون وادی و که در همون منطقه میباشه. رحمان اکا نبی چی گفتنی برای بینندگان؟ من برای بینندگان گفتنی هستم که سلام و درود خود رو با جمعیت شهروندایی که در رشته زندگانی میرن، کار میرن، فعالیت میرن، برای خدمتاشون، برای محنتاشون که برای بابای عبدالرحمن یادم کهیستن خداوندی کریم برای کارشون تا کشایش کارشون تا برکت در کسب کارشون خیلی کدومه که از تاجیکستان همین برای بابای عبدالرحمن یادم اینا در حق شده آمینه میشون رو برای خدا اونها هم برکت در کسب کارشون خیلی هم سمو جمشیدگی خیلی با بچه ها هستن خیلی با هر گیزه که یادم کنن با جمع میکنن خیلی میبرن گیزه که بگن دو هم بهم در کاری هم میبرن خیلی خدمت میکنن. آنا برادران یک چیز دیگر یادتونه بروره که اینجا بسیار برادران برای ما زنگ زدن به همه تو هزار رحمت گفتن مقصد این بابای عبدالرحمن معالجه چشماش معالجه میشه و اپیرات چیزی که میشه همش از خودش حسابی ما با خودشون مخفی کردن زنگ زدن به ما به همه تو هزار رحمت انشاءالله بابای عبدالرحمن پگاه میگیره میبریمش اگر اپیرات بگن اپیراتش میگن معالجه بگن معالجه کوشش میکنیم که همه چی کاری که دست میاد برای بابای عبدالرحمن میکنیم و برای حج رفتنش بسیار زنگ زدگیان برادرو با کلا گرفتگیان برای حج رفتنش با هم برادرام هزار رحمت اگه خیلی گرد داخلش نه گرد داخلش بابای عبدالرحمن چی گفتنی برای برادرای خیر برای شما خیر کردن چی گفتنی؟ آیا خداوند برکت تو بده عمر درست بده کارشون پیش بروه در کسب کارشون برکت برکت الله الله اکبر خیلی شورا جانم برای همین دوادهاش تشکر بسیار میگیم هزار رحمت بگذشتگانش خیلی عدسش چکی نامدن بچه خدمت کرده خیلی بود در لنشش بود خیلی چی اگون گم شما با خیلی خدمت کنه ما اکد خیلی کار همون کلون همین شورت دواده و همش رحمت کنه گذشتگان خیلی برادران در جمع عموم همه سنبایی که جمع کردگیان خلقی شریف نورآباد و دیگر منطقه‌های فدراسیون روسیه تاجیکستان خیلی تا همین قطعه دوشنبه سیتی تو مهاجرو در جمع عموم 18312 سامانی جمع شدگیان همین را برای بابای عبدالرحمن صرف خرج میکنم برای معالجه میبرم باز یک بار دیگر میندوری خود رو ما همسایه ها برای مردم جمع کردگی میندوری خود رو بیان میکنیم و باز یک بار دیگر در حق ما دعا میکنیم که پروردگار رو باز هم از همه بلاهای آفتهای زمینی و آسمانی در پناه اسمت خودشان نگهبانشون باشه در کسب کارشون برکت رو عطا بفرماید ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. زنده و سربلند باشه برادرها بابای عبدالرحمن پگاه انشاءالله میبریمش با نوار آینده را پیگیر باشه تماشا کنه خیلی ما دعا کنه که بابای عبدالرحمن چشماش معالجه شود الله اکبر زنده و سربلند باشه خدا نگهبان باشه بابای عبدالرحمن.